به نام خدا. سلام، وقتتون بخیر باشه بینندگان عزیز، همراهان همیشگی آنتن. امیدوارم هر جا هستید حالتون خوب باشه. من سهراب امینی هستم، گزارشگر این بازی. پاس به سمت چپ، آیون تونی. البته معذرت، گالنو توپو در اختیار داشت، قبلش تونی بود که پاسو داد. از سمت چپ بازیکن الاهلی صاحب توپن، میلوت جلوتر پاس میده. گالنو، فرصت برای تیم الاهلی، سانت انجام میشه روی دروازه، باز همه رد شد و این توپ که گرفت کاسر یه بار دیگه به توپ بستن دروازه رو بازیکن الاهلی. توپ برمیگرده. آقای گل فصل قبل سری آ، کلی در موردش صحبت خواهیم کرد. ببینیم تو این بازی چه خواهد کرد رتگی. این سمت گالنو تو فینال نخبگان آسیا گل استثنایی، فرصت برای تیم الاهلی. چقدر بد زد ضربه رو اونجا آیون تونی. نرسید، فرصت برای تیم قادسی، یه ضربه سر و گل توی دروازه. گل برای تیم القادسیه به ثمر میرسه. دقیقه 8 بازی یه آب تگری میپاشن روی تیم الاهلی. خیلی سریع رفتن جلو، راحت، شبیه گلایی که توی بازی‌های ویدیویی میبینیم اینجا دیدیم. خیلی راحت گل زدن. یه شلیک استثنایی توی فینال نخبگان تیمش جلو انداخت و بعدش هم کسی کارو تموم کرد و کاوازاکی رو دویش بردن. زمین سر برای تیم الاهلی و گل مساوی رو میزنن. کسیه دروازه رو باز کرده. مرد بازی‌های بزرگ یه بار دیگه برای یایسته گلزنی میکنه. با هم دیگه ببینیم این پرتاب انجام شد. این که آفسایده. خب داور نقطه وسط زمین نشون بده، یعنی گل مورد تاییده. ریاض محرز بعد توپو ساند کنه، یه نفر روی زمین افتاده، کار ادامه پیدا میکنه. ایبانیه ضربه سر رو زد. به نظر میرسه الاهلی بعد از گل مساوی ایبانیز ضربه سر که نزده، به دست بازیکن قادسی خورده. ببینید اینجا سر که نزده، به دست بازیکن قادسی خورده. ببینید اینجا خورده تو دست کیه؟ ناندزه. دیورکوس ویا رو میکشه، پنالتی رو میگیره. 28مین دقیقه آیون تونی این ضربه رو میزنه و گل. چه پنالتی زد و خلاف جهت فریب داد کاستیلزو و حساب کار 2-1 کرد. میگم فصل قبلی خیلی تحت فشار بود. همه چیز از اشتباه آلسانی شروع شد و اون ضربه سرش که کسی گرفت و گلش کرد. محرز داره دلبری میکنه در سمت راست، سانت عالی روی دروازه و گل سوم برای تیم الاهلی. یه بازگشت خیره کننده و رویایی توسط میلوت تکمیل میشه. ما هم ببینیم که اوضاع چطور پیش رفت. آفساید که به هیچ عنوان. محرز توپو گرفت، رفت جلو، اینجوری دو نفر از پیش رو برداشت، سانت رو انجام داد و این ضربه سر در دهانه دروازه کاری نمیتونست بکنه. کاستیلز دخالت میکنه، توپو میگیره، بعدش هم چیکارا که نمیکنه این ایبانیز. گالنو یه دمده رو انداخت از خودش. ایبانیز فرصت برای تیم الاهلی که گل بعدی هم بزنه. آیون تونی پاس به سمت راست شوت میزنه یا نه، این ضربه باز بالای دروازه عبدالرحمن. 10 دقیقه ببینیم اوضاع چطور پیش خواهد رفت. سمت راست محرز میلوت میتونه شوت هم بزنه، پاس میده به جلو، نمیرسه به آیون تونی. ناچو یه لحظه اشتباه. محرز این ضربه از او توپی که به بیرون میره. ببینیم به کسی خورده یا نه. محرز پاسو میده به میلوت. من احساس میکنم الاهلی یه گل دیگه نیمه اول میزنه. یه ضربه سر و چقدر زود اونجا پیش بینیم درست بود. فعلا آفساید گرفته شده. کسیه گل زد، فعلا موقتا آفساید گرفته شده تا بریم سراغ وی آر ببینیم اون چه تصمیمی میگیره. یایسته به نظر میرسه اعتقاد داره گل سالم بوده. با هم ببینیم چه دقیقاً چه اتفاقی افتاد. دیگه خیلی آفسایده.
نکنم. درست باشه دیگه تصمیم دیبورگوس. اینجوری هم که داره به سمت وسط زمین حرکت میکنه. وی آر رو میخواد بکشه و گل رو تایید میکنه. خبری از آفساید نیست. کسیه 3 پوینت بالی بود که فینال میرفتن. باروتوس اولین قهرمانی رو به دست بیارن. این ضربه از آیون تونی، یه پاس به جلوی عالی و توپی که اونجا فعلا گل نشده و داور اونجا بازی رو متوقف کرده. خطا کردن روی کاستیلز. ایبانیز فرصت برای تیم الاهلی. گالنو این ضربه رو میزنه و گل پنجم آیون تونی. گالنو تو گل جلو چی گل به خودی زد. ناچو گل به خودی زد. سمت چپ گالنو 70 دقیقه 5-1 به نفع الاهلی. کسیه واسه عالی. محرز این ضربه رو میزنه و گرفت توپو. کاستی آفساید هم گرفته شده. شوت هم میتونه بزنه ولی پاس میده. خبری از گالنو نیست و شوت زن تیم الاهلی تعویض شده. رشیدی عقب‌تر اساد روی دروازه کنترل عالی. این ضربه از آیون تونی به نظرم آفساید درست بود این دفعه. نه دیگه نمیگیره. لطف بزرگ رو میکنه به تیم القادسیه. 5-1 الاهلی.